سلام علیکم داملای عزیز. مرده میمرد. اینجا یک سوال داده است، نویسنده است که همین مرده که مرد برای چی لباسهای را بعد او میشوند، تازه میکنند، خانه و در میبرارند؟ آیا اینو چی معنا دارد؟ دویم، در جنازه با آسمان نگاه کردن چی معنی دارد؟ در جنازه نگاه کردن به سوی آسمان خودش مکروه است. ما و شما جنازه میکنیم، بعد هر یک الله اکبر ده به سوی آسمان نگاه میکنیم. این غلط است. در اینجا ما و شما ترک سنت میکنیم. این عمل در احکام های جنازه داخل نمی شود، بلکه ما و شما به سبب این گناهکار میشیم در کردنش. و بعد مرده لباس های را شستن، پاکیزه کردن، اینا البته در یگان خط و خبرم آمده است، لیکن همون لباس های کهنه ای که از مرده مانده است همونا را میشوند. برای چی؟ برای که ایرا به یگان کس صدقه میدهند تا که در حق همون مرده دعای کند. و همین مراد اونها را مثال لباس های کهنه شد تازه میکنند، میشوند. این با که ندارد میلش، لیکن لباس های نوی او را شستن اینجا یک اسراف است خودش. یا خانه را تمام شب برآوردن، اینا چی معنی دارد؟ تا همین مرده در ما و شما نشود، پاکیزگی خانه در ما و شما اهمیت نمیتیم. من ده ها بار در همین جا در همین قوم خودمان صحبت ها کردگی هستم، به نزدیکی هم در این باب گپ زده بودم. حدیث پیغمبر خدا را دلیل آورده بودیم که رسول اکرم گفتگی هست شما لباس هاتان بهتر کنین، خانه هاتان به صلاحیت بیارین، یعنی خاندانتان تازه کنین، جویبارهای نزد دروازه تان تازه کنین، تا که خلاف یهودی ها شما کار کنین که یهودی ها را کوچه و خانه هاشون چرکین است. امروز یهودی ها این حدیث پیغمبر خدا را گرفتند و چرک در ما و شما گذاشتند. امروز ما و شما چرکین هستیم، ما و شما بدبو هستیم، ما و شما خانه ها ما پاکیزه نیست، لیکن یهودی ها امروز پیش رفتند. یک روز یک برنامه را از برنامه الجزیره تماشا کردم. در همین انگلیا یک سوداگر با دست همین لوچی خود در وقت سودا کردن نان با یک خریدارش نان قپیده بر دستش داده است، همون کس در محبس خانه کشیدن، حتی با یک جریمه کلان خلاص شد که چرا تو نان به دست خالی قپیدی، چرا در دست خود یک دستکشه که نکشیدی و نان بقپی. ببین تا چه اندازه اونها احتیاط دارن امروز. و همین پاکیزگی و همش از ما و شما ساخته، پیغمبر خدای را گفته است، لیکن امروز ما و شما پروایی نداریم. میریم جایگاه خواب ما بو میکنه، چرکین از فرقی ندارد. لباس ما دزمال کردگی هست نیست، گریبان ما و شما در کدام صورت است، به این تماما اهمیت نمیتیم، پوشیده رفتن میگیریم. در این نزد خداوند شما گناهکار میشین. حتی عباره مختصر که کتاب صلاح چی میگه؟ و فی ثیاب البذله، اگر لباسی که چرکین باشد، داغ داشته باشد، بوی داشته باشد، نماز نخوان در او. امروز باید ما و شما به اینا اهمیت دهیم. رسول اکرم در دوره هایی که ما و شما را در یک طبق خوردند امر کرده بود، صحابه ها با پاکیزگی بزم همین قدر به آبی چکار میکنن، رعایت میکردن. امروز در بری پهلو یک برادر نشسته در طبق دست دراز میکند، باور کنین در ناخون همون کس نگاه کنین طبیعت کسی نباشد خیره میشود. آدم باید که البته پاکیزه باشیم، تازه باشیم. خدا را شکر امروز همه شرایط هست. همین شرایط برای تازگی فقط صابون و آب است. باور دارم که در اکثریت ما و شما همین موجود است. این را به جا بیاریم، تازه باشیم، پاکیزه باشیم، خوشبو باشیم. داملای محترم، ما یک مردک را گفتیم نماز نمیخوانی، او بر من گفت دل صاف باشد. آیا من اون مردک را دیدم زنا میکند، عرق مینوشد و با ما میگوید که دل صاف باشد؟ داملای عزیز، سوال از خلق. اپا و خواهرای ما بروگ و کرته میپوشند و مکتب میانه میروند، مگر این خیل ممکن است؟
از مکتب خارج میکنن. آیا معلمه او کی هست؟ بیدین است. این خیلی لباس پیش کرده است. داملای محترم، این مسئله رو با همراهی داملا حیدر حل کنید. قانون نه در دست ما، نه در دست بابوی ملا حیدر. اگر چنده که ما هم نفرت داریم، اگر چنده ما هم نمیخواهیم، زیرا این پایمال در حکم خداست. خواهر تو و اپای تو در اختیار تو است. معلمه او، معلم او هیچگاه البته نمیخواهد که، ممکن نخواهد، من باور نمیکنم که نخواهد همون معلم همون طلبه را مجبور کنه که تو بروک بپوش یا کرته بپوش. این ده حق هم ندارد. و اگر گفته باشد باور کنید اون مسلمان نیست. اون مسلمان نیست. اگر دعوا هم که کنه دعوای او زبانی هست. این مکتب نگذاشتش، مکتب دیگر میبرمش، نمیپشانمش، نه بروک هم میپشانمش، نه کرته را میپشانمش. دختری من است، فرزند من است. فردا من از حسابی در قیامت در نزد خدا جوابگو هستم. باید که اهمیت دهیم. چرا بروک پوشیدن جایز بود است، لکن همون بروک های مسلمانی که داریم او را پوشیدنش غلط بوده است؟ چرا سر لج رفتن ممکن بوده است و سر پوشیده ممکن نبوده است؟ این چگونه آزادی هست؟ امروز خدا را شکر رئیس جمهور مثال تمام آزادی ما و شما را کفالت گرفته است. مادامی که کفالت گرفته باشد و تمام آزادی ما و شما جوابگو باشد، امروز قانون نبرآورده است که دختری تو سر لج رود یا دختری تو بروک پوشیده برود. این ما و شما خودمان، به اهمیتی ما و شما، به پروایی ما و شما. حالی ندیدیم تا همین روز یگان پدر مادر نزدیک حکومت رفته، خدا را شکر امروز میری شهر ما و شما الحمدلله مسلمان است، دعوا کرده باشد که مثال دخترای ما را آخه حکم برار که روماشون در سرش بدرد، مثال فلان معلم مثال آمده در نزدش مراجعت کردن که فلان معلم هم تا گفت، ولی هیچ پدر مادر رفته شکایت نکرده است. مرحمت شکایت کن، جواب نشد، بعد مرحمت تو عرض داد بکن. و این عرقنور زیناکاری که دل صاف باشد، ایناش خیلی برای شما ده ها بار گفته گذاشتیم. البته دل صاف عرق نمی نوشد، دل صاف زنا نمی کند. دل صاف در قطار مسلمان ها در نماز جماعت اشتراک می کند. این است دل در داخل هم که باشد صاف باشد، اگر بیرونه خودش اصلاح می کند. لیکن اگر دل صاف نباشد، همون بیرونه همون میگد که همین دلش غجد است، دل همین ناپاک است، این روسیا هست، خودش دلش گواهی میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای محترم. شما خواهش میکنم به سوالهای من پاسخ میدادید. داخل حاجتخانه در آمدن و یا این که در وقت جماع کردن بسم الله الرحمن الرحیم گفتن درست است یا نه؟ با احترام خصوصی شما التماس جواب دهید، راه هم دور است. یعنی داخل حاجتخانه در آمدن با بسم الله الرحمن الرحیم نمیدراییم. اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حدیث های پیغمبر خدا در بیان اذکارها می آید. شما وقتی داخل شدین بگین پروردگارا پناه طلب میکنم به سوی تو از شیطان نر و از شیطان ماده، و داخل همون حاجتخانه شوید. زیرا اکثر جن ها در حاجتخانه هستند. جای جن حمام است، حاجتخانه هست و خانه که صورت زیاد دارد و خانه که موسیقی دارد. اینا خانه شیطان و خانه جن. همین جن خودش از عالم شیطان است، فرزندای شیطان هستند. امروز بینین تمام خانه ها را که نظر میکنیم، من از خودم مثال میارم، یک مگنیتوفون دیگر بلند کردگی و جاروب در دست زن یا خواهر تو خانه می روید با تمام آواز بلند کردگی. بین او خانه در چگونه جن خچه جا نکند یا شیطان در او خانه خچه جا نکند، یا تمام اولاد اجدادش، حتی که همون کافرایی که امروز تمام مسلمان ها را نابود کرده ایستادند، صورت همونها در خانه آویزان است. خانه شیطان نمیشد، خانه جن نمیشود. حمام داخل حمام میشه، زن بلیچ در خانه آدم مسلمان است. ای روسیا قطع مسلمانی.
مسلمان همی است آخی. مسلمان یک نشانه داشت آخی. خانه مسلمان در صورت کافر چکار میکند؟ چگونه باید فرزندی تو دیوانه نشود؟ چگونه دیگر دائم تو یک قصیده خانه دیگر میکوی فرزندم دیوانه شد، فرزندم فلان شد؟ از خانت همون صورت ها را گم کن، از خانت موسیقی را گم کن، انشاءالله دیگر شیطان خانه تو داخل نمیشود. اگر یک کسیته قرائت یک امر معروف همانی جنایت است آخر. حاجت خانه با همین کلمه میدراییم: پروردگار پناه به سوی تو طلب میکنم از شیطان نر و از شیطان مادر، تا که شما را در همون حاجت خانه خلل زیان ضرر نرسانند. با پای چپ میدراییم، با پای راست باز خارج میشیم. بیرون که شده میگیم خداوندا هزارها بار شکر به سوی تو که از آن چیزی که مرا اذیت میداد مرا از او خلاص گردانیدی. این دعای حاجت خانه داخلش و بیرون شدنش. و در حالت خانه‌داری زن البته جایز است با اعوذ بالله و بسم الله ابتدا کردن. این دور کردن شیطان از نزد خودت است و همین از بهترین صورت هم همین است. السلام علیکم دامنای عزیز. ما یک گروه مخلصان شما. بعضی آدمان میگویند که سنگچگردانی درست نیست. سنگچگردانی که در ختم ها ما و شما میکنیم اصلا اینا در یگان حدیث خبرشان آمدگی نیست. فقط اینها را ختم خواجگان میگن. خب میلش اگر بیکار باشن کردن بگیرن، بیکار باشن، زیرا وقتی زیاد میگیرد این ختم خواجگان. همش ذکر است، همش دعا هست. شرط نیست که ما در همین اختلاف پرتاییم. لیکن رحمتی استاد من می گفتن که بچه‌م از همه در بهترش این است که ختم خواجگان در آدم بسیار درکار که است سوره های قرآن نگذرانیدن. از این خاطر سوره قرآن کسی نگذرانیده میخواند و گناهکار میشود، هم خواننده و هم گوش کننده. برای همین ما را تعلیم دادن که همین سوره تبارک میخوانی و در حق مرده میبخشی. همین خودش یک ختم کلان است. اگر از اون برادرایی که سنگچه میگردانند در بینشان اگر همچنان جوانای باشد که تبارک خان باشند، همون پیش درارن، همون تبارک میخواند، 3 بار سوره اخلاص میخوانند، در حق همون مرده دعا میکنند، این بهتر است. لیکن اگر نداشته باشند خیلی مرحمت اختیار دارند. داملای محترم، من زن گرفتم. زن من پدر ندارد اما یک مادر دارد و 4 پسر دارد. ما آن 4 پسر را نگاه میکنیم. ما یک ثواب بگیریم. البته فرزندهایی که مثال همچنان حکم یتیم دارند، اونها را وقتی که تو میاری در خانه از نان و آب خود ضیافت میتی، اونها را تو لباس میکنی، اونها را بر لباسهای گرم میپوشانی، در جایگاه نرم میخوابانی، آیا این ثواب نیست؟ البته ثواب است. اونها یتیم هستند. اگر پدر اونها زنده میشد یا مادر اونها زنده میشد، هیچ وقت اونها را نمیگذاشت که همچنان آواره دروازه خانه داماد و خانه کلیم باشند. لیکن امروز که خدا به تقدیر خدا که به این مقصد رسیدن، به این حالت رسیدن، البته ثواب میگیری. رسول اکرم گفتن چی احب بیوتکم الی الله تعالی بیت فیه یتیم مکرم. بهترین خانه همون خانه هست که در او یتیم بچه ها دور میگردند و همون یتیم بچه ها برابر فرزندهای تو در نزد تو قدر قیمت داشته باشند. این بهترین خانه هست. قصه ها دا میارد که یک شدید و شداد بود. شدیدش میگه از دنیا گذشت و شدادش میگه پادشاه شد. امر کرد چندین هزار آدم امر کرد که چیکار میکنین؟ برای من یک جنت در روی دنیا ساز میکنین، آماده میکنین بر همون جنتی که چگونه ای که قرآن وصفش میکند. وقتی میگه در مدت های دراز، من حکایه رو مختصر میکنم، وقتی میگه تیارش کرد، در آخر میگه در گردن یک یتیم میگه 2 درهم مانده بود. از تمام مردم تنگه و طلا را جمع کرد، زیرا که تمام جوهرهاش را از طلا کرد. میگه تمام درختاش را از طلا کرد، حتی در بدن مردم دیگه طلا نماند، خانه ها را همه را تازه کرد، مگر در گردن یک یتیم میگه 2 درهمی از طلا مانده بود.
همون را میگه در در آخری ساختمانش از گردن یه یتیم گرفت. وقتی میگه گرفت این یتیم بچه دستش برداشت، پروردگار را گفت بجز تو من دیگر دادرس ندارم، بجز تو هیچ پشت و پناه ندارم. خدایا همین بنده نافرمان تا به مراد خودش نرسان. میگه عرش الهی میگه در جنبش در آمد از دعای یتیم. و خدا جبرائیل گفت، جبرائیل گفت پایان شو که یتیم من ناله دارد، یتیم من امروز به سوی من فریاد دارد، بجز من دیگر دادرس ندارد. این جنت تیار کردگی را همراه جنتش سرنگون بگردان. و در حال میگه این حالت چیکار کرد؟ انجام یافت. البته خوش به حال اون برادرایی که یتیم پرورش میکنند، در یتیم خانه ها پول میگذرانند، یتیم ها را سیر میکنند، خوش به حال تو. زیرا رسول اکرم خدا در قرآن چی میگه؟ الم یجد که یتیما فآوی، ای محمد من تو را خودت یتیم یافته بودم، تو را به وایه رسانیدم. پیغمبر ما و شما خود یتیم بودند. از این خاطر همچون برای خاطر پیغمبر خدا اگر ما و شما یتیم ها را احترام کنیم و یتیم ها را پرستش کنیم، انشاءالله ثواب خیلی زیاده میابیم. سوال ها باز به جواب ماندن. داملای عزیز و شیرین سخن جواب گوید که داملایی که در نماز ایستاده این پایش و دیگر پایش را این سو آن سو حرکت میدهد، این چی میشود نمازش؟ برای خود و برای دیگران این درست است یا نه؟ حرکت دادن پا در داخل نماز این یگان مفسدات و یگان مکروهات نماز داخل نمی شود. اگر مبادا ممکن هم تا عادت داشته باشد، اگر عادت نداشته باشد خاصه هم تکند، این کراهیت دارد. لیکن اگر یگان کسل یگان بیمار در وجودی او باشد این باک ندارد. لیکن حضرت ابوبکر صدیق وصف میکنند، حضرت وقتی میگه در نماز می ایستاد مثل چوی را که در زمین میخلانی حرکت نداشت مثل این بود. در نماز باید که خیلی به حرکت باشیم، دو دیده ما فقط به سجدگاه باشد و فقط خدا یاد کنیم. در این صورت نماز ما و شما قدر و قیمت پیدا میکند. در حالت نماز اگر حرکت کنیم، این طرف اون طرف نظر کنیم، البته در نماز ما و شما نقصان پیدا می شود. لیکن اگر یگان عذر باشد خیلی باکی ندارد. آخران سوال است، جوابش میگیم ان شاء الله، دعا میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، خواهشمندم با سوال من جواب پره دهید که برای دیگران هم عبرت شود. شخصانی هستند که بازم روزه نگرفتند و نماز نخواندند، دین را تحقیر کرده، دینداران را دشنامهای قبیح، مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. در اسلام جنازه کردن این چنین شخصان چی معنی دارد؟ من گفتم کسی نباشد وای وقتی که مثال ترغیبات های ضد دینی میبرد یا اینکه مردم نمیگذارد که مثال به مسجد رود، یقینا و ایمان ندارد. لیکن باز بر این خیل انسان ها جنازه خوانده هم که شود، اونا تماما همون خاطرشان جمع کنند، برای که هر چی که در حمید گفتی خداوند در سوره زلزله که و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره، هر چیزی که اگر به منزله یک ذره در دنیا نیکی کرده باشی خدا تو را پاداش نیکی میدهد، اگر یک ذره بدی کرده باشی پاداش بدی است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. هر چیزی که در دنیا شما کاری دین حتمی و یا چکار میکنین در نزد پروردگار شما پاداش میگیرین. حضرت جلال مولوی جنونی میگوید زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. این دنیا میگه زراعتگاه است. چگونه که شما یک پارچه زمین دارین، در او سبزوات میکارین، در او گندم میکارین، در او دیگر زراعت ها را شما میپاشین و حاصل میگیرین، پیغمبر خدا میگوید ان همین دنیایی که در بالای او شما دور زده ایستاده این به منزله هم پارچه زمین است. هر چیزی که کاری دین ان همون جزاش منتظر باشین. عبادت قیمتی باقی بهشت است.
آن کلیدی که بهشت کشاده میکند، آن جنتی که تمام نعمتها در داخلش دارد، برای کسانی هستند که در دنیا عبادت دارند، در دنیا رنج دارند، در دنیا عذاب و مشقت از حساب اسلام میکشند. انا جنت نصیب اونهاست. هم مبارزه به اسلام میبری، هم دیندار را بد میبینی، هم ملاها را بد میبینی و هم میخوای باز وارد جنت شوی. مولودی که در خانه حاجی گذرانیدید، بعد آن 2 روز دیگر معرکه مینوشی و فسق و فجور گذشت. آیا این در نزد اسلام چگونه است و این حاجی چه حاجی است؟ با احترام مخلص شما. من نمیدانم که هستوی ما در کدام معرکه مولودم نی، بلکه یک معرکه پند نصیحت گذراندیم و بعدش اون حاجی باز معرکه مینوشی کردن، فسق و فساد کردن. آیا مثال چی مکافات دارد؟ هر یک انسان یعنی برای آنه که وی اون شب پند نصیحت تشکیل کرد، چی رحمت الهی در اون خانه ریختگی بود و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود، یکی مبادایی که از پسش باز مینوشی شد و یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد. در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجی که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق و فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق و فساد شود، در خانه حاجی فسق و فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ماد؟ چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف که خانه این گونه آدم‌هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند. مردم از اینها باید عبرت گیرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. برای مردانی که لباسهای تنگ می پوشند همه سخن می گفته. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنه که دخترهای شما لباسهای تنگ می پوشند. لباسهای تنگی که جوانها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونه که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ میپوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندن، لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن. اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیبایی او از روی همون لباسش پیدا میشود. از این خاطر باید لباسهای خوب پوشیم
در لباس هامون هم اهمیت دیم که چگونه لباس میپوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین، اونها لباس های شما نیستند. اونها حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد چی از بالا باشد، هیچگاه همین لباس های صورتدار را در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادر داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند، اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورت های لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید، زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گاب نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه، رواه ترمذی. میگه رسول اکرم با پیش یک جوانی با پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتن با لباس سفید گفتن حیات خودتان گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چه خیل حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت بیاد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوانهای هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشیک گرداندن در کار، تای میلش اختیار دارند. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همراه 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17، در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگه الخیر عادتون و شر عادتون و نفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، البته برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ میگویی. 2 بار شد البته برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همین
دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو یک عبده گوی و نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه عمیق‌تر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک سوال دارم. من یک معرکه خرسندی یعنی توی دارم. آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است. یگان جای نقصش هم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همان زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند، لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همان مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین. از زن در پرسیدن، از مادر در پرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدن، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نه. یعنی این گونه فتواهای نادرسته که جمعه آینده یک جوان میگوید که مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خف کند در زمین های جنت میلشپد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روزی جمعه دیگر خف نکنه زیر پاشه، که این زمین های جنت آدم هم میلشپانده است، او یخ است زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. من برای شما یک حکایه میگویم. کسی که همین با گفتار زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زنی داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها. خسرو زنی داشت به نام شیرین و باری میگه در قصر نشسته بودند. بناگاه میگه یک ماهیگیری و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند. این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت و این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگه این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه کی بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. بین شوهر وقتی که اکو به گپ زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چی گونه؟ گفت تو یک ماهیگیر را گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت خیر می شود، زلالی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دی، میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همان مثل همان ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همون ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگه شریفته شد و گفت راست میگویی. گفت من علاقه مال را تسلیم کردم، بی ادبی میشود که وی خیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گفت نه، گفتی نه یک کار میکنیم، الحال فریادش کن و با او بگو که این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا ماده. اگر گوید که نرس بگو برای من ماده در کار، اگر گوید ماده هست بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود
در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهی که نزد ما گذاشتی نرس یا مادر؟ گفت خسرو گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهی که من نزد تو گذاشتم این خنثا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما وری خنده کرد و گفت خزینه دار گفت 4000 تنگه دیگرش تین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون نگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزنین در زمین نگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نآمد، به زن خسرو. خسرو گفت این صیاد بین چه عمل نازشتی دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلام تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل گفت اینقدر آدم ممسک بود است. فریادش کرد گفت اینجا بیا. گفت صیاد، من تو را 8000 تنگه دادم، اینقدر وزنی نگفت. برای یک تنگه شده او را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت زیاده بگرداند. تو میدانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد. گفت 4000 تنگه دیگر دیه. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند. و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپ زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض یک دو زلال میبیند. از این خاطر از شما هم خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص. السلام علیکم داملای محترم. یک سوال دارم. آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خرسندی آیت خوانی مصیبت میاره. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیاره. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند، مصیبت نمیاره. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم، مصیبت نمیاره. دخترها را فتح میپشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم، مصیبت نمیاره. معرکه های سیر خراجات و بی‌معنی که در خانه ما و شما رخ میدهد، اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میاره. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار.
در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها، اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنید، شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنید، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنید. با این چشم شما این بحرها را نظر کنید که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنید. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است، وای کر است، بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپای ها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون،
این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنند اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمیارد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت میارد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار میکند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملک‌های غریبی کار کرده ایستادند. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما به نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه پیغمبر است. بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت. ایستادم که حبیب خدا سرش را می بردارد. عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا اینقدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل علی محمد یا گویند که صلی الله علیک یا رسول الله یا گویند که درود و رحمت باد بر رسول خدا، صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم. فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات میفرستد خداوند بر او 10 صلوات میفرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات میفرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همان معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد. وی بخیل ترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم، در حج میگوید
یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد، میخیست اللهم صل علی محمد، مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم اینقدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد. من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدری من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم، زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدری من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادت من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم. و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید، برای آنی که تو دائم بر من صلوات میفرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات میگوید، چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان. و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بعضم این صلوات گفتن باز با سنت های پیغمبرم چند زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن با سنت هاش اهمیت ندهیم، این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدن ما معنی محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش می‌دارم، آیا وای باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتن اینجا گفت یک تجربه هست برای آن که وای شما فهمین که وای دروغگو هست، وای از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امر شمین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وای پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وای محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، این مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم، 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود، و یکی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا بنیایت سوالهای زیاد است و سوالهای هستن باور کن از موضوعهای جمعه دیدن مهم هستند. اگرچه موضوعهای ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تن صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه‌ای که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، ما به سمع شما انشاءالله حقیقتش میرسانم. لیکن این سوالهایی که الحال در خاندان دارم، با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوالها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد، وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوالای هستن که معنی ندارن، سوالای هستن که یک سوال نمی یک کوچگی هستن. مثال
همین پیاز به پات به شطه بزنی چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش را جواب میگوییم. اینجا در یک قطار برادرها در این مسجد ما یاردم کردن. از آن جمله یک برادرمان جمعه پیشین ابراهیم از دوشنبه یک بلندگویک آورد که اینجا در نزد من استادگی هست. فراموش کردیم دعاش کنیم، دعا بتیم. کسان از دوشنبه زیارت آمده بودند و یک برادر دیگر هم در بازار گوشت میفروشند. چند بار یاردم ها در این مسجد کردند. اون برادر هم در حقش دعا میکنیم. و اینجا نام هایی که هست مثل اکای محمد الله از همین محله ما نزدیکتر بالاتر، این هم یاردم خشت دراز کردن در این مسجد. برادر ما قوت بچه حاجی شریف از کاریز. و این صندوق خیریه‌ای که داریم، اینم الحمدلله که از اینم خیلی کمک‌های زیاد البته در دادن معاش این مسجد، در این تعمیر مسجد صرف شده ایستادند. یعنی کسانی که مبلغ‌های زیاد نمیتونن داده، میتونن که با هم مبلغ‌های کمی که دارن در همون صندوق خیریه انشالله هر کس موافق همون قوتش در نزد پروردگار ثواب میگیره. اگر همون آدم‌هایی که دست نارسن لیکن نیت‌های نیک دارن، میگوید اگر من مثل فلانی اگر دولت داشته باشم، من این مسجد مثال خودم بسیاری بچه‌های هستند باور کنیم به خدا قسم میخورد که اگر من دولت داشته باشم همگیش در راه خدا صرف میکنم. لیکن چیکار کنم که دولت ندارم؟ انشاءالله وای به نیتش، به همون نیت نیکی که دارد، به همون نیت نیکش موفق میشود. شما اگرچه بعضی پولم که نداشته باشین فقط دعا کنین در هر نمازتان که خداوند همین عمارت‌های مسجد کسی مانع نشود. برای دشمن‌های مسجد هم زیاد هستند، ناخواهان مسجد هم زیاد هستند. کاری که دعا کنین که خدا دل اونها را نرم کنه. یک نفر میگه در عراق میگذشت، مردم عراق بسیار بیچاره کم بغل بودند. گذشت میگوید دید حال مردم که بی نهایت خراب است، مردم حتی یک تیکه نان نمیابند که خورند. و این مرد چی گفت؟ گفت اگر پروردگارا این کوهی بلندی که در پیش من است اگر همین به گندم مبدل کنی، قسم به عظمتیت که همین در مردم عراق تسلیم میکنم. میگه یک ندای از آسمان آمد که ای فلانی، در نامه اعمال تو صدقه کردن مثل این کوه گندم نویسانده شد، زیرا نیتی تو نیتی نیک بود. اون برادرانی که البته ندارن قوت لیکن نیتشون خیر است، انشاءالله برابر همون کسانی که سوم میدهند مسجدها تعمیر میکنن ثواب میگیرن از روی نیت نیکشون. فقط بدخواه نباشین، فقط نگوین که این قدر مسجد زیاد شد. مسجد بسیار چی در کار؟ مسجد بسیار در کار است. مسجد جای تعلیم است، مسجد جای یک تربیه است. در مسجد الحال شما آمده اشتراک کردین، چی زلال دیدین؟ یگانه جایی هست که دلهای شما نرم می شود، دلهای شما آرام می گیرد. یک هفته اینه همون تمامی وزنینی ها و ماندگی های شما همه گم می شود. رسول اکرم میگه لکل شیء ثقالتون و ثقالت القلوب ذکر الله عز وجل. هر یک دل زنگ میزند، لیکن برای هر یک آلت های دنیایی هم زنگ میزند، مثل آهن زنگ میزند. لیکن یک پاره نجدک هم میگیرن همون زنگ هم میشکن تازه میکنن. رسول اکرم گفت دلها هم زنگ میزند، لیکن دلهای زنگ زده را چی تازه میکند؟ ذکر الله عز وجل. فقط پند موعظه، فقط یاد خدا، فقط خواندن قرآن زنگ دل دور میکند. یگانه مسجد جایی هست که در دوام یک ساعت زنگهای دل شما را همشه میخورد، نابود میکند.